یه راز خیلی عجیب است که اگه بدونی دیگه هیچ وقت حس نمی‌کنی از بقیه عقب افتادی. چرا همیشه فکر می‌کنی بقیه زندگیشون عالیه این تویی که جا موندی؟ یا اینکه چرا وقتی میای این استاتو باز می‌کنی حس می‌کنی که هیچ کاری نکردی؟ چون مغزت یه کلک خیلی بزرگ بهت میزنه. اون میاد فقط موفقیت‌های بقیه رو می‌بینه و شکستاشون رو سانسور می‌کنه. پس این تویی که فقط یه تیکه کوچیک از داستانو میدونی، نه همشو. مثلا یکی رو می‌بینی که تو خارج کشور بهترین زندگی رو داره، ولی اینو نمی‌بینی که سالها پشت اون زندگی لاکچری که الان داره سختی کشیده که به جایی که الان هست برسه. حالا چطوری این حسو کمترش کنی؟ یه دفترچه بردار، هر شب قبل از خوابت 3 تا موفقیتتو بنویس. 3 تا پیشرفت، هر چند که کوچیک باشه. اینجوری مغزتو مجبور می‌کنی که رو موفقیت خودت تمرکز کنه، نه فقط بقیه. پس اینو بدون که تو از بقیه عقب نیستی. فقط داری فریب مغزتو می‌خوری. چی تا حالا این حسو داشتی؟ برام تو کامنت‌ها بنویس.